درود به شما. مراحل تولید و تکثیر پتوس هم خدمتتون بگم. ابتدای پتوس انتخاب میکنیم که سرقلم های خوبی داشته باشه. ببینید اینطور اینا رو میبریم. حتما دقت کنید که دو بند بگید از اینجا. اینا میبریمش. برای قلمه ما از مخلوط پلیت و ماسه استفاده میکنیم. قلمه ها رو میایم داخل پلیت و ماسه تو استکانی 8 یا 10 اینا رو میزنیم. ببینید دقت کنید. به خاطر این تو گلدون 8 یا 10 زده میشه که محیط کمتری رو بگیره. مثلا من سری قبل داخل سطل 3.5 زدم. این به این صورت از کوکوپیت پلیت هم استفاده کردم، ولی مرقوم صرفه نیست معمولا، چون هم جای زیادی میگیره، هم این که کوکوپیت پلیتش گرونه یه مقدار. سطل 3.5 هستش. و این سطل 3.5 منتقل میشه به کاسه پتوس. خاکمون هم خاک و برگ چنار، سوزنی، پلیت و پوست بادا. ببینید همونطور که مشاهده میکنیم سطل 3 ریشه پرس از همونجا داخل کاسه پتوس منتقل میشه. حالا ما به این خاک قارچکش هم حتما شما بزنیم. ما الان قبلش زدیم و اینا مخلوط کردیم. حتما در نظر داشته باشین که خاک و برگ بغل پتوس رو فشردش کنید. ببینید به این صورت. کاسه قدیمی تره اون این. این هم پتوس زعفرونی هستش. اینا داخل باکس های 40
هم برای قلمه گیری میشه ازشتون استفاده کرد، هم برای فروش هم خوبه. خیلی قشنگ خفن. ببینید اینم گلدون پاچیرایی. دیگه دمتون گرم. اگر که کانال یوتیوب منو دنبال کنید، دکمه سابسکرایب رو بزنید، لایک و شیرم یادتون نره. دمتون گرم. روز خوش.